سلام رفقای گل. آقا خیلی چاکریم به یکی دیگه از ویدیوهای پسر روستا. خیلی خوش اومدین و ما هم خیلی چاکریم. امروز میخوام در مورد یکی از خاصیت‌های خیلی جذاب روستامون براتون توضیح بدم که نه شانسیه نه اتفاقیه، ولی تو ایران اتفاق افتیده. کمتر روستایی رو پیدا میکنین که این خاصیت‌ها رو داشته باشه، این تنوع رو داشته باشه، این زیبایی‌ها رو داشته باشه. و خب هر کجایی نمیبینید. خیلی‌ها قبلا من توضیح میدادم این چیزها رو در مورد روستامون، تعجب میکردن، باور نمیکردن شما دروغ میگید، تا اینکه ما تصویری بهشون نشون میدادیم و باور میکردن و خیلی هم دوست داشتن از دوستای ما بازدید کنن و خب بازدید هم کردن و لذت بردن. امروز میخوام در مورد این خاصیت جذاب روستام بهتون توضیح بدم، پس تا آخر ویدیو من همراه باشین رفقای گل. راستی نراره خوشمزه اونم کم کم داره میاد داخل دست، تا چند وقت دیگه میشه میتونیم وارد بازارشون کنیم. خیلی جاتون خالی. ببینید ماشاءالله ثمرش هم عالی، شاخه‌ها کلا افتاده الحمدلله. این ویدیو رو هم لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی کانال ما رو از دست ندید و با لایک و سابسکرایباتون که الان از که 10 تا دنبال کننده خیلی عزیز داریم و ممنون از دوستانی که برامون کامنت میذارن. آقا خیلی ما چاکریم، دمتون گرم، عشقین. ممنون میشم حمایت کنیم. بریم که این ویدیو رو ببینیم، بیشتر از حد معطلتون نکنم. آقا خیلی ما چاکریم. آقا یکی از خاصیت‌های جذاب روستای ما میدونید چیه؟ من بگم میگن دروغ میگه، ولی تصویری بهتون نشون میدم. تا آخر این ویدیو دونه دونه براتون نشون میدم، میبینید که چجوری هم هستن و باور میکنید. ببینید یکی از خاصیت‌های روستای ما اینه که تمام میوه ها رو داره. خیلی میگن دروغ میگی، خیلی باور نمیکنن. نمیشه. آقا شما جنوب کشورید، هوا گرمه، هر درختی اونجا نمیشه، گرماتون شدیده، ولی خب بر روستای ما شده. طبیعت روستای ما 4 فصله، اکثر درختها رو داریم، یعنی بیشترشون رو داریم. به هر کسی هم میگیم باور نمیکنه. پس شما مگه میخواین ببینید و رازش چی هست، پس با ما همراه باشید. و راستی یه ویدیو همین دیروز گذاشتم که در مورد از بین بردن این نارک‌های اضافی درخت بودا. بهتون گفتم اینا رو از بین ببرید. ببینید تو این باغ از بین نبرده، اینقدر شدم بزرگ شدم و زور درخت رو هم گرفتم. پس حتما این نکاتی رو که بهتون میگم رعایت کنید، ویدیو رو حتما ببینید تا همه چیز رو کامل و جامع متوجه بشین. ببینید که از خاصیت‌های روستای ما اینه که 4 فصل. یعنی چی؟ یعنی شما هر نوع درختی رو بکاری میگیره و رشد میکنه. چه درختای گرمسیری بگیری، چه درختای سردسیری بگیری، و میوه هم میده. اونم چی؟ میوه با کیفیت. یعنی بعضی وقتا میبینی درخت میوه میده خب، ولی در حد 2 تا 3 تا دونه، 4 تا دونه. ولی اینجای ما خدا رو شکر اینقدر میوه خوب میده، قدر میوه خوب میده که همه راضی هم و ازش استفاده میکنن و برای همین قیمتای خوبم میفروشن و باغداری خدا رو شکر خوبه. این هم میبینید ثمردهی درخت هاست الحمدلله. این هم درخت اناره. ببینید درخت های سردسیری ما چیا داریم اینجا؟ ما جنوبیم خب، پس درخت های سردسیری رو نباید داشته باشیم. خب میگی نباید داشته باشیم، ولی من میگم ما زردالو داریم. زردالو درخت سردسیری. نه آقا دروغه، زردالو هست، بزرگ، میوه نمیده. من فیلم میوه دادنش هم براتون میذارم، اگه کانال رو سابسکرایب کنید دنبال کنید. جوری این میوه میده، این شاخه‌هاش کلا میخوابه رو زمین، از بس الحمدلله میوه میده. خدا رو شکر میوه میده. کنارش زحمت و تلاش ما هم هست، ولی میوهش هم میده. زردالو درخت سردسیریه، ولی ما جنوب ایرانیم، گرمیم. خب زردالو سردسیریه چون دیگه اکثرا شماهایی که هستی میدونید زردالو برای استانهای شمالی کشور و جاهای سرد هست و جاهای جنوبی اصلا زردالو جواب نمیده. جاهای جنوبی درخته مثل بهتون بگم خرما خیلی جواب میده. شما اگه دقت کردین اکثر شهرهای جنوبی ما نخل دارن، یعنی منبع درآمدشون خرماست و درختایی مثل زردالو و انار رو اصلا ندارن، چون تا حدودی
سردسیری هستن. اما ما در کنار و خب روسته ما در کنار درختای سردسیری درختای گرمسیری مثل نخل رو هم داره که سر به فلک کشیدن و سر به آسمون کشیدن. این نماشون هست که تا چند وقت دیگه این خرما رو که میبینید داخل، بهشون به زبون محلی میگیم پنک، اینا رو ما داخل تور میکنیم که در برابر گنجش، گرد و خاک، زنبور اینا مقاوم باشه. یه محصول با کیفیت میخوایم به مردم بدیم، تحویل بدیم. و خب حالا میبینید این درخت نخله، کنارش هم درخت نخله و کنارش چیه؟ درخت زردالوه. ببینید این کنارش درخت زردالوه، این درخت گرمسیری و درخت سردسیری کنار هم دیگه. و جالبتر از اینه که دوتا میوه میدن. ثمر درخت نخل که میبینید روش هست، زردالو هم که برداشتش نزدیکای برج 2 بوده دیگه، الان تموم شده و رفته برای سال دیگه. ما سال دیگه برداشتشون براتون میذاریم. واقعا عالی. حالا من عکساشو داخل گوشیم پیدا کنم براتون میذارم. اصلا یه جوری ثمر میگیره درخت، کلا میخوابه رو زمین. و خب این یکی از شانسایی که ما داریم، هر کجا این اتفاق نمیفته. و خب این از 4 فصل بودن روسته ماست. ببینید اگر آب و هوا بد بود درخت زردالو اینقدر خدا رو شکر رشد نمی‌کرد. ببینید این هم درختای نخل هستن که سر به فلک کشیدن و بعضیشون اینقدر این درختای نخل بزرگن که واقعا آدم حیرت میکنه اینا چقدر چند سال عمر دارن، چند مال برای کی هستن، اصلا کی اینا رو کاشتن. ببینید مثلا این درخت نخل اینقدر سنش زیاده، ما به هر کی میپرسیم میگن اینا بودن، ما هم بودیم اینا بودن. ببینید ارتفاع این درخت نخل رو ببینید، هر چی نگاه میکنید سر به فلک کشیده. و یکی دیگه از درخت منطقه روسته ما خرمالوه. ببینید این خرمالو سنشون هم زیاده و خب خرمالو هم ما داریم در کنار بقیه درخت. حالا میبینید بقیه درخت هم بهتون نشون میدم. خب حالا بعضتون میگین مثلا حالا زردالو هم میتونیم بگیم جنوبیه، ولی یه درخت بهتون نشون میدم که دیگه 100% میگین روسته شما 4 فصل. حالا میگین شاید زردالو مثلا جواب بده، ولی یه درخت بهتون نشون میدم که 100% میگین روسته شما جنوبیه. و راستین هم درخت نارنجه. ببینید خدا رو شکر ثمر رو هم داره، ببینید میوه داره ها. انصافا یه همچین روستایی کم پیش میاد تو ایران وجود داشته باشه که مثلا تنوع اقلام درختی رو واقعا داشته باشه. خیلی جاهای کمیه. و حالا مثلا یه چیزای دیگه هم روستای ما داره که تو ویدیوهای بعدی کلا براتون توضیح میدم که ما واقعا تو ایران تکیم، یعنی جزو اولین روستاییم تو ایران، هیچ روستای دیگه به جز روستای ما نیست مثل این 4 فصل بودن واقعا. و یکی دیگه از میوه های جذاب روستای ما میدونید چیه که سنشون هم واقعا زیاده و اونم انجیر، که اونایی که باغداری کار میکنن و باغ دارن میدونن انجیر به این راحتی ها رشد نمیکنه مگر اینکه سن و سالش زیاد باشه بخواد به این اندازه برسه. و خب این از قدمت باغداری و کارهای باغداری که توی روستای ما انجام میشده، نسل در نسل تجربه کسب شده، به دیگران منتقل شده. و خب چون حالا مثلا قبلا وسیله ای نبوده، رسانه ای نبوده، به قول معروف سینه به سینه نقل می شده، الان با رسانه ها حالا جابجا میشه تجربیات. حالا مثلا بقیه هم استفاده کنم. این میبینید ارتفاع الان حداقل بالای فکر کنم 100 سال این انجیر سن داره و نوعش هم اون از اون انجیر قرمزاست، رنگش یعنی قرمزه. و خب 2 نوع انجیر هم هست و یه رنگ دیگه هم سفیده که حالا مثلا ما 2 نوع رو داریم، سفیدش رو هم دارم. حالا طبق میل ما سفیده رو میچینیم که هنوز هم درست نرسیده. و خب کنارش هم دوباره درختای نخلستونه دیگه، درختای بادومه که ببینیم درختای بادوم هم کلا بهتون نشون میدم که ببینید بالاخره هر جایی نمیشه. مثلا شما اگه یه جا مثلا جنوب باشی دیدین اکثرا نخلستونه دیگه، بقیه درختها
نیست. ولی تا الان ما انجیر دیدیم، دیگه بهتون میگم درخت بادوم دیدیم، درخت انار دیدیم، ثمرشون رو بهتون نشون دادم، دیگه خرما دیدیم. بالاخره اینا ترکیب درختای سردسیری رو و گرمسیری هستن. و خب حالا بریم سردسیری ترین درخت باغ رو ببینیم، بهتون نشون بدم و ثمرش رو. و خب حالا بریم سردسیری ترین درخت روستا رو بهتون نشون بدم که هیچ کس باور نمیکنه این درخت تو این روستای جنوبی باشه. اصلا فکر نکنم همچین درختی تو این روستاهای جنوبی باشه. فقط این درخت‌ها رو تو شهرهای سردسیری ایران، مثلا شهرهای شمالی ایران میبینید. و خب وقتی این درخت رو اینجا ببینید واقعا تعجب میکنید. پس بیش از این معطلتون نمیذارم. این شما و این درخت گردو که سر به فلک کشیده. و این هم دوباره درخت گردو که میبینید این سنش کمتره ولی این یه سنش خیلی بیشتره. و اگه میوه یا ثمر نمیداد ما نمیومدیم به جاش درخت گردو بزنیم. اینم ثمره همون گردوه. حالا من میکنمش کلا متوجه بشید. ببینید اینم میوهش هست که خیلی از دوستان میگن میوه نمیده چون شما جنوب کشوری هوا گرمه. ولی خب درخت گردو اینجا خدا رو شکر میوه میده و یکی از عجایب روستای ماست که درختای سردسیری و گرمسیری و همه شما داریم. ببینید این هم دوباره میوه های درخت همون گردوه که خب اگه واقعا به هر کس بگی یا تا این ویدیو رو نبینه باور نمیکنه. ولی خب شما دارید میبینید این تنه درخت گردوه. ببینید این تنشه هم چه تنه بزرگی هم داره. ببینید این تنه درخت گردوه. و جالب تر از اون اینه کنار این درخت گردو این درخت نخله. میبینید چه ثمری هم داره. این درخت نخله، کنارش یه درخت گردو، کنارش یه درخت گردو، کنارش یه درخت زردالو. 3 تا درخت سردسیری کنار یه درخت گرمسیری. واقعا قبل از این ویدیو من می‌خواستم براتون توضیح بدم. خیلی از دوستان جبهه میگرفتن نه نمیشه آقا شما دروغ میگید. ولی خب دارید میبینید و این از عجایب روستای ماست و ما به روستا میگیم طبیعتش 4 فصله. اگه شما روستایی رو میشناسید که داخل شهرتون اطرافتون هست طبیعتش 4 فصل ناشناخته هست، بیاید داخل همین کامنت ها بگید تا دوستان باش آشناشن. شاید خیلی از دوستان بخوان برن محیط ها رو ببینن ازش لذت ببرن. بالاخره زیبایی ایرانمون رو معرفی کنیم. حیف این زیبایی ها گمنام بمونن، دیده نشن، مردم ازشون استفاده نکنن. واقعا حیف، یعنی ظلمه. مقصر من و شماییم که این مکان ها رو به دیگران معرفی نمی کنیم که ازشون لذت ببرن. حالا بریم یکی دیگه از درختای روستا رو هم ببینیم. دیگه بیشتر از این بخوام بهتون نشون بدم ویدیو طولانی میشه. و میخوام الان یکی از بزرگترین درختای گردو روستا رو بهتون نشون بدم. ببینید به نظرتون این درخت چند سالشه؟ اگه به نظرتون آب و هوای اینجا مشکل داشت این درخت گردو انقدر رشد میکرد. ببینید شما ببین زیرش اصلا کلا سایه است. ببینید میوه‌اش هم ببینید. خدا رو شکر ثمرش هم امسال عالیه. این فقط اگه آب و هوا خوب باشه درخت اینقدر رشد میکنه. حالا نمیشه درست عکسشو نشون داد ولی خیلی این درخت بزرگه. ببینید الان ما میرم زیرش شما ببینید. این هم درختای بادومه. کلا دارید میبینید این درخت بادومه که تا آخر میره درخت بادوم هست. کنارش درختای نخل پیاروم هست. ببینید سردسیری، گرمسیری. این هم گرمسیریه. سوتی دادم. حالا کسایی که یادشونه قبل این که من بگم خودشون میدونن. ببینید گرمسیریه دیگه، درخت نخل، بادوم و درخت سردسیری ما گردو. ببینید بزرگم هست، کل فضا رو گرفته. الان میریم زیر این درخت رو هم ببینید که ببینید چقدر بزرگه. ببینید این هم تنش هست. این هم زیر درخت گردوه که کلن ببین این فضا رو که گرفته کلن درخت گردوه.
خب ثمرش هم عالیه و دیگه کلا براتون تصویری نشون دادم که ببینید یه روستای 4 فصل به چی میگن، روستایی که تمام محصولات رو داشته باشه و در کنار اون که داشته باشه نه که مثلا 1 متر 30 سانت باشه، نه بزرگ باشه، میوه بده، طرف بتونه از میوهش استفاده کنه، منبع درآمد داشته باشه و بتونه برای خودش کسب درآمد انجام بده. که خب روستای ما این شرایط رو داره، خدا رو شکر. تمام درخت‌ها رو ما امتحان کردیم، البته تمام درخت‌ها رو جواب میده، با نژاد خاصی جواب میده که چجوری باید چه جور درختی رو بکاریم، با چه نژادی رو بکاریم. داخل ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. کافیه کانال رو سابسکرایب کنید، چون واقعا یکی از دوستان نوشته بود بیا چجوری توضیح بده، بیا مثلا رو کاغذ بنویس، جمع‌بندی کن، توضیح بده. ولی واقعا من چیزایی رو میگم که خودم تجربه کردم، میدونم چجوری باید بگم. نمیخوام مثل بقیه مدرس یه متن رو از تو گوگل مپ یا جای دیگه دانلود کنم، برای خودم درستش کنم، بیام به شما هم توضیح بدم. نه، اینجوری جواب نمیده. ما کلاه سرمون رفته. کانال رو سابسکرایب کنید، براتون کلا توضیح میدم که چجور شد کلاه سرمون رفت، که 10 سال عمرمون روی این مسئله ما رفت. برای همین اینجوری توضیح میدم، تجربیاتی که خودمون کسب کردیم رو بهتون میگم. کافیه کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو هم دوست داشتین لایک کنین، ویدیوهای بعدیمون رو اصلا از دست ندین، حتما ببینید. وقتی ازتون نمیگیره خب، ولی کلی بهتون کمک میکنه و خیلی جام این چیزا رو نمیگن. آقا خیلی خیلی چاکریم. تا ویدیوهای بعدی ما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو از دست ندید. و یه چیز دیگه هم آخر ویدیو بهتون نشون بدم، داره ویدیوی طولانی میشه، من دارم شما درختشون میدم. اینم این درخت رزه که اکثرا ما کنار راهروهای باغ میشونیم. یکی این که برای مثلا اموات خوبه که مثلا هر کس رد میشه یه خوشه ای از انگور بخوره، یه فاتحه‌ای برای اموات مفرسته. دوم هم برای حالا آبغوره و اینجور چیزا هست. و دیگه بیشتر از این ویدیو رو من طولانی نمی‌کنم، شاید خیلی خیلی خسته باشین. درختای زیادی هست ولی من اصلیاشو بهتون نشون بدم که کلا ببینید درختای سردسیر و گرمسیر رو ما داریم و روستامون 4 فصل. آقا خیلی خیلی چاکریم. دوست داشتین ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید که ببینن هم از طبیعت لذت برن، هم از باغداری. و اگه نکاتی رو هم بنده کمتر گفتم داخل کامنت ها بهم شما بگید. فعلا